تا حالا از خودت پرسیدی چرا این همه آدم دارن یه زندگی رو میکنن که دوست ندارن؟ یعنی شغلی دارن که ازش متنفرن و هر روز انگار یه مسیر تکراری و بیروح رو میرن. این سوالی که فکر میکنم ته ذهن هممون هست. دقیقاً. منابعی که امروز داریم یه جواب خیلی ساده و شاید تکان دهنده به این سوال میدن. میگن دلیلش اینه که چون مثل بقیه فکر میکنن. به همین سادگی. آره. برای همین امروز قراره با هم یه سفری بریم به دل ایده های کلیدی کتاب لطفاً گوسفند نباشید تا ببینیم اصلاً چطور میشه از این الگو خارج شد و کنترل زندگی رو دست خودمون گرفت. و این کتاب مثل یه زنگ بیدارباش عمل میکنه. یعنی هدفش فقط چند تا راهکار انگیزشی نیست. میخواد اون پایه‌های فکری که ما رو تو این مسیر تکراری نگه داشته به چالش بکشه. درسته. امروز قراره با هم ببینیم این پدیده یعنی ذهن گله‌ای از کجا میاد. چطور مثل یه نرم افزار ناخودآگاه روی ذهن ما نصب شده و خب مهمتر از همه راه خروجش کجاست. این بحث فقط در مورد یک کتاب نیست. یه گفتگو درباره شجاعت خود بودن تو دنیایی که مدام از ما میخواد شبیه بقیه باشیم. عالیه. بسیار خب، پس بیا از همین مفهوم ذهن گله‌ای شروع کنیم. کتاب تعریفش میکنه. این باور که اگه همه دارن این کارو میکنن پس حتما درسته. که خیلی تعریف ساده و عمیقیه. آره، ولی یه کم انتزاعیه. به نظرم مثل یه الگوریتم شبکه‌های اجتماعی برای مغز ما عمل میکنه. تو یه مسیر شغلی، یه سبک زندگی یا یه عقیده محبوب رو میبینی و مغزت انگار ناخودآگاه تیک تایید رو میزنه بدون اینکه واقعا تحلیلش کرده باشی. تشبیه خیلی خوبیه. خیلی خوبه. چون دقیقاً مثل همون الگوریتم از بچگی داره به ما خوراک داده میشه. آها. منبع به چند تا مثال خیلی ملموس اشاره میکنه. از کودکی به ما یه نقشه راه دادن. این رشته رو بخون چون بازار کار داره. این شغل رو بگیر چون امنیت داره. تو این سن ازدواج کن چون دیر میشه. انگار ایستگاه‌های از پیش تعیین شده یه قطارن. دقیقاً. که جامعه به ما میگه اگه سوارش بشی به مقصد خوشبختی میرسی. و اینجا دقیقاً همینجا جاییه که کتاب یه تلنگر خیلی جدی به ما میزنه. یه سوال ساده ولی ویرانگر مطرح میکنه. آیا اون بقیه که ما داریم ازشون تقلید میکنیم واقعاً خوشحالن؟ وای، این سوال مثل یه بمب ساعتیه. کل اون نقشه‌ها رو منفجر میکنه. چون وقتی به اطرافت نگاه میکنی میبینی خیلی از مسافرای اون قطار اصلاً از سفرشون راضی نیستن. درگیر روزمرگی‌ان، نارضایتی، حسرت. پس نیروی محرک ما خوشبختی نیست. نه، اینجا میفهمیم نیرویی که ما رو تو گله نگه میداره امید به خوشبختی نیست، یه چیز دیگه است. ترس از متفاوت بودن. نویسنده یه جمله بیرحمانه اما واقعی داره. میگه بیشتر انسان‌ها فکر نمی‌کنن، فقط کپی می‌کنن. عجب. ما به جای طراحی زندگی خودمون داریم از روی دست بقیه کپی می‌کنیم، غافل از این که اونا هم دارن از روی دست یکی دیگه می‌نویسن. خب این ما رو میرسونه به قلب ماجرا. چرا این ترس انقدر قدرتمنده؟ چرا ترجیح میدیم توی مسیر ناراحت کننده ولی آشنا قدم برداریم؟ کتاب 3 ترس اصلی رو کالبد کافی میکنه که مثل 3 زنجیر ما رو به گله وصل کردن. آره دقیقاً. اولین و شاید قوی ترینشون ترس از قضاوت. بله، این ترس عمیقاً در ما ریشه داره. همون سوال کوتاه مردم چی میگن خودش به تنهایی قاتل رویاهای بزرگه. دقیقاً. ما میترسیم اگه راه متفاوتی رو انتخاب کنیم دیگران مسخرمون کنن، بهمون برچسب دیوونه، خیال پرداز یا غیر منطقی بزنن. این نیاز به تایید شدن توسط جامعه مثل یه اعتیاد روانی، ترکش خیلی سخته. خیلی. ترس دوم ترس از شکسته. و باید اعتراف کنم این یکی خیلی منطقی به نظر میاد. یعنی دنبال کردن گله از نظر آماری امتره. مسیریه که خب امتحانش رو پس داده. درسته؟ چطور انگار داری ریسک کردن رو تشویق میکنه، اما برای کسی که خانواده داره، مسئولیت داره، آیا بازی کردن در زمین امن انتخاب مسئولانه تری نیست حتی اگه خسته کننده باشه؟ این یه سوال خیلی مهمه و اتفاقاً کتابم بهش اشاره میکنه. نکته اینجاست که ما تعریفمون از شکست و امنیت اشتباهه.
چطور؟ ما شکست رو مساوی با از دست دادن پول یا نرسیدن به یه موقعیت شغلی میدونیم. اما کتاب یه تعریف خیلی عمیق‌تر و ترسناکتر از شکست ارائه میده. یه نقل قول فوق‌العاده داره که میگه بزرگترین شکست زندگی است که خودت انتخابش نکردی. صبر کن، این جمله کل بازی رو عوض میکنه. دقیقاً. پس داره میگه شکست واقعی شکست مالی یا شغلی نیست، بلکه یه شکست بیوگرافیکیه، یعنی به آخر عمرت برسی و بفهمی که فیلمنامه زندگی یه نفر دیگر رو بازی کردی. این خیلی ترسناکتر از هر ورشکستگی موقتیه. دقیقاً. شکست واقعی حسرته. حسرت یک زندگی زیست نشده. و این ما رو به ترس سوم میرسونه که شاید کمتر بهش توجه میکنیم. ترس از تنها موندن. انسان موجودی اجتماعیه و طرد شدن از گروه یکی از بزرگترین ترس‌های غریزی ماست. کتاب یه نکته تکان دهنده میگه. آدم‌ها حاضرن بدبخت باشن اما تنها نباشن. عجب. خیلی‌ها به یه شغل بد، یه رابطه سمی یا یه زندگی بی هدف میچسبن فقط برای اینکه حس کنن به جایی تعلق دارن، حتی اگه اونجا جای درستی براشون نباشه. پس ما با یه سه‌ضلعی ترسناک روبرو هستیم: قضاوت، شکست، تنهایی. این مثل یه مات روانشناختیه. انگار هر حرکتی بکنی کیش میشی. کتاب فقط این مشکل رو تشخیص میده یا پادزهری هم براش داره؟ بهترین قسمت ماجرا همینه. پادزهرش تغییر دیدگاهه. برای مقابله با این ترس‌ها باید بفهمیم که اکثریت لزوماً منبع خرد و حکمت نیست. نویسنده جمله خیلی تند و تیز داره. اگه اکثریت همیشه درست میگفت، دنیا الان جای خیلی بهتری بود. حرف سنگینیه. این به این معنی نیست که با همه چیز مخالفت کنیم، نه. بلکه یعنی خرد جمعی رو به عنوان حقیقت محض نپذیریم. چه ویژگی‌هایی برای این اکثریت ذکر میکنه؟ چرا نباید کورکورانه بهش اعتماد کنیم؟ کتاب چند تا ویژگی جالب رو لیست میکنه. اول اینکه اکثریت ذاتاً محافظه‌کاره و از تغییر متنفره. درسته؟ دوم اینکه عاشق منطقه امن خودشه و به هیچ قیمتی حاضر نیست ازش خارج بشه. و سوم که از همه جالبتره اینه که اکثریت در ابتدا هر نوآوری و ایده جدیدی رو مسخره میکنه. هر فکر جدیدی، هر اختراعی، هر حرکت بزرگی اول با تمسخر و مقاومت اکثریت روبرو شده. این من رو یاد اون الگوی 3 مرحله‌ای موفقیت افراد بزرگ میندازه که توی کتاب بهش اشاره شده. دقیقاً همون. اول مسخره میشن چون کارشون برای ذهن گله قابل درک نیست. بعد که کارشون یکم جدی‌تر میشه، باشون مخالفت میشه چون نظم موجود رو به هم میزنن. و در نهایت وقتی موفق شدن، همون اکثریتی که مسخرشون میکرد براشون کف میزنه و تبدیل به الگو میشن. و این الگو یه سوال خیلی مهم رو برای تو به عنوان شنونده مطرح میکنه. اگه هیچ کس با کاری که میکنی مخالفتی نداره، ممکنه به این دلیل باشه که کارت خیلی معمولیه؟ چه سوال خوبی! گاهی وقتا مخالفت‌ها و تمسخرها نه تنها بد نیستن، بلکه یه نشونن. نشونه این که تو داری مرزها رو جابجا میکنی و کاری متفاوت انجام میدی. اگه همه با تو موافقن، شاید داری همون راه تکراری بقیه رو میری. خب، من الان کاملا به وجود این مشکل قانع شدم. هممون گوسفندیم. ولی فقط دونستن این موضوع که کمکی نمیکنه. مثل اینه که بدونی مریضی ولی دارو نداشته باشی. داروی اصلی که کتاب برای خروج از این وضعیت تجویز میکنه چیه؟ ابزارش به طرز شگفت‌انگیزی ساده است و در عین حال قدرتمند. یک کلمه 3 حرفی. چرا؟ چرا؟ کتاب میگه تفاوت اصلی بین یک گوسفند و یک انسان آگاه در همین کلمه است. گوسفند سوال نمیپرسد، فقط اطاعت میکنه. اما انسان آگاه مدام چرا میپرسه. این چرا موتور محرکه استقلال فکریه. و این سوال رو باید در مورد همه چیز پرسید. چرا من باید این شغل رو داشته باشم؟ فقط چون درآمد خوبی داره یا چون پدر و مادرم اینطور خواستن؟ دقیقاً. چرا من باید این باور سیاسی یا مذهبی رو داشته باشم فقط چون در این خانواده و جغرافیا به دنیا اومدم؟ چرا سبک زندگی من باید این شکلی باشه؟ و از همه مهمتر، چرا من باید مثل بقیه باشم؟ این سوالها پایه‌های باورهای ما رو به لرزه در میارن. باورهایی که خیلیاشون اصلا مال خودمون نیستن. دقیقاً.
و اینجاست که کتاب یه نقد جدی هم به سیستم آموزشی ما میکنه. میگه مدرسه به ما یاد داد جوابهای درست رو حفظ کنیم، نه اینکه سوالهای درست بپرسیم. کاملا درسته. سیستم آموزشی برای تولید کارمند طراحی شده، نه کارآفرین. برای تولید دنبال رو طراحی شده، نه رهبر. به ما یاد داده چطور اطاعت کنیم، نه اینکه چطور فکر کنیم. نویسنده یه جمله کلیدی داره: آزادی از جایی شروع میشه که چرا رو جدی بگیری. تا وقتی سوال نپرسی، تو در زندان باورهای دیگران زندگی میکنی. عالیه. پس الان ابزار اصلی رو هم داریم. حالا بیایم مفاهیم رو به راهکارهای عملی تبدیل کنیم. فرض کنیم تویی که داری به ما گوش میدی، تصمیم گرفتی که دیگه نمیخوای گوسفند باشی. از فردا صبح باید چیکار کنی؟ خب، کتاب چند تا راهکار ساده اما خیلی عمیق رو پیشنهاد میده. بیا با هم اینا رو بررسی کنیم. اولین و مهمترینش اینه: مستقل فکر کن، حتی اگه سخته. این یعنی وقتی با یه تصمیم مهم روبرو میشی، اولین واکنشت این نباشه که ببینی بقیه چی کار کردن یا تو اینترنت جستجو کنی نظر بقیه چیه. آها. اولین کار این باشه که با خودت خلوت کنی، فکر کنی، تحلیل کنی، ببینی این تصمیم برای تو، با ارزش‌های تو و با اهداف منحصر به فرد تو چه معنایی داره. این کار در ابتدا خیلی سخته، چون ما عادت کردیم به دنبال روی، اما مثل یه عضله با تمرین قوی‌تر میشه. راهکار دوم که خیلی هم چالش برانگیزه: همه نصیحت‌ها رو کورکورانه قبول نکن، حتی از نزدیکترین آدما. این نکته خیلی مهمه. پدر، مادر، همسر، بهترین دوستت، همشون خیر و صلاح تو رو میخوان، اما اونها دارن از دریچه ترس‌ها، آرزوهای برآورده نشده و تجربه‌های خودشون به دنیا نگاه میکنن. دقیقاً. نصیحت‌هاشون رو بشنو، بهشون احترام بذار، اما در نهایت فیلتر نهایی باید ذهن خودت باشه، چون این زندگی توئه، نه اونها. درسته. سومین راهکار چیه؟ سومین راهکار اینه که مسئولیت کامل زندگیت رو به عهده بگیری. این یعنی دست از سرزنش کردن دیگران، جامعه، شرایط و گذشته برداری. تا وقتی انگشت اتهام به سمت بیرونه، تو قربانی هستی و قربانی قدرتی برای تغییر نداره. درسته. وقتی میگی من مسئولم، اون وقته که فرمان زندگیت رو در دست میگیری. این یه حس قدرت فوق‌العاده به آدم میده. هر اتفاقی که افتاده از این لحظه به بعدش دست توئه. راهکار چهارم خیلی کاربردیه: جرأت متفاوت بودن رو تمرین کن. لازم نیست از فردا یه کار انقلابی بکنی، از چیزای کوچیک شروع کن. مثلا من خودم یه بار اینو امتحان کردم. تو یه جلسه کاری که همه داشتن سالاد سفارش میدادن، من عمدن عجیب ترین غذای منو رو سفارش دادم. جالبه. یه کار خیلی کوچیک بود، ولی اون لحظه حس کردم دارم یه الگوی ناخودآگاه رو میشکنم. این تمرین‌های کوچیک عضله شجاعت تو رو قوی میکنه تا برای تصمیمای بزرگتر آماده بشی. و آخرین راهکار که به نظرم یه جور دلگرمیه و خیلی مهمه، این رو بدون که تنهایی ناشی از متفاوت بودن موقتیه، اما حسرت دائمیه. آها. وقتی مسیر خودت رو شروع می‌کنی، ممکنه در ابتدا تنها بشی. ممکنه بعضی از دوستات رو از دست بدی چون دیگه زبان مشترکی باهاشون نداری. اما به مرور آدمایی رو پیدا می‌کنی که شبیه خودت فکر می‌کنن، آدمایی که مسیر تو رو درک می‌کنن و به خاطر خود واقعیت بهت احترام می‌ذارن. این تنهایی بهای رسیدن به یک جمع اصیل و واقعیه. پس این 5 راهکار رو داریم: مستقل فکر کن، هر نصیحتی رو نپذیر، مسئولیت کامل رو به عهده بگیر، متفاوت بودن رو تمرین کن و از تنهایی موقت نترس. و اگه بخوایم پیام اصلی این بخش رو جمع‌بندی کنیم، به یک انتخاب کلیدی میرسیم که کتاب پیش روی تو میذاره. یک نقل قول نهایی و بسیار قدرتمند در این بخش هست که میگه موفقیت از شجاعت شروع میشه، نه از امنیت. وای. این یعنی تو نمیتونی هر دو رو همزمان داشته باشی. باید انتخاب کنی. آیا دنبال امنیت بودن در گله هستی یا شجاعت ساختن مسیر خودت رو داری؟ این انتخابیه که هر روز صبح باهاش روبرو میشی در هر تصمیم کوچیک و بزرگی که میگیری. و با این انتخاب به جمع‌بندی این بحث هیجان انگیز میرسیم. اگه بخوایم یک نکته کلیدی و نهایی رو از این کتاب بیرون بکشیم، اون چیه؟ من فکر میکنم مهمترین پیام اینه: این کتاب
نمیگه با همه مخالفت کن یا یه آدم سرکش و لجباز باش. پیامش خیلی ظریف‌تر و عمیق‌تره. درسته. میگه کورکورانه اطاعت نکن. دقیقاً پیامش اینه که قبل از پذیرفتن هر چیزی فکر کن، تحلیل کن، سوال بپرس، ببین با وجود تو با ارزش‌های تو همخوانی داره یا نه. این یعنی زندگی آگاهانه، یعنی به جای اینکه یه مسافر منفعل در اتوبوس زندگی باشی، خودت راننده بشی و فرمان رو به دست بگیری. و مسیر رو خودت انتخاب کنی. همینطوره. و پیام نهایی که میخوام مثل یه شعار در ذهنت حک بشه اینه: اگه یه زندگی متفاوت میخوای، باید جرأت داشته باشه که متفاوت فکر کنی. همه چیز از ذهن شروع میشه. نمیتونی مثل بقیه فکر کنی و انتظار داشته باشی نتایج متفاوتی بگیری. و من میخوام تو رو با آخرین فکر تکان دهنده کتاب تنها بذارم. یک انتخاب نهایی که نویسنده اون رو به عهده خودت میذاره و مثل یک چهارراه پیش روی تو قرار میده. یادت باشه، گوسفندا زیادن اما رهبرا کم. انتخاب با توئه. دنبال گله بری یا مسیر خودت رو بسازی. از اینکه در این بررسی عمیق و هیجان انگیز همراهمون بودید بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم این گفتگو جرقه قدرتمند در ذهن تا ایجاد کرده باشه. امیدوارم. حالا که تا اینجا با ما بودی، برامون خیلی مهمه که بدونیم کدوم بخش از این گفتگو بیشتر به فکر فرو بردت. کدوم جمله یا ایده بیشتر از همه با تو حرف زد و احساس کردی دقیقاً برای تو گفته شده. نظرت رو حتما با ما در میون بذار، چون به ما کمک میکنه در بررسی‌های بعدی روی موضوعاتی تمرکز کنیم که برای تو جذابتر و کاربردی‌تره. منتظر نظراتتون هستیم. تا گفتگوی بعدی، شجاعانه فکر کن و مسیر خودت رو بساز.